چرخدنده گوگل. با یکی از عجیب‌ترین سازه‌های مهندسی دنیا طرفی. این سیستم از 100 چرخدنده متوالی ساخته شده و نکته جالبش اینجاست. هر چرخدنده باید 10 دور بچرخه تا بعدی فقط یک دور بزنه. یعنی چرخدنده دوم بعد از 10 دور اولی میچرخه، سومی بعد از 100 دور، چهارمی بعد از 1000 دور و اینجوری تا چرخدنده 100م. حالا حساب کن. برای اینکه چرخدنده آخر فقط یک دور بچرخه، اولی باید 10 به توان 100 بار بچرخه. یعنی یه عدد با 100 تا صفر. بهش میگن گوگل. برای مقایسه، کل عمر جهان هستی تا الان حدود 13.8 میلیارد ساله، ولی چرخدنده آخر این سیستم برای فقط یک دور کامل چرخش به زمانی بیش از 100 میلیارد سال نیاز داره. در واقع بیشتر از هر چیزی که تصورشو بکنی. برای درک این عدد باید بدونید که تعداد کل اتم‌های جهان هستی 10 به توان 80 هست و انرژی که برای چرخیدن این سیستم نیازه اونقدر زیاد و گسترده است که حتی اگه کل توان زمین رو بهش بدی بازم آخرش حرکت نمیکنه. این فقط یه سازه مکانیکی نیست، یه نماد از مفهوم زمان بی‌نهایت، پیچیدگی مهندسی و عددهای غیر قابل تصوره.